سلام تماشاگران، صبح همه شما بخیر و شادی باشد. تماشاگران، امروز 18 مای دخترچه من دختر داره. گفته بودم که روزی 18 دخترش میبریم، نصیب کرده باشه. روزی 19 اپراتسیش میکنن اگر خدا روزی شود. همه انالیزش سپاریدیم، اتویتوش گرفتیم. روز دنی من رفته استیم. تماشاگران میدونیم که مسکو در بعدی ساعت 8 و 11 پروبکا یکم در پروبکا نموندیم. خیلی انشالله میرسیم. خدا جونه که با وقتی خوش به سری بلند جواب میدن خونمون بیایم. تماشاگران حتما دعا کنین، در حق دخترچم دعا کنین. обязательно در تک کامنتاریا نویسین که همین دخترچه مرا به سری بلند بروری می بینسه جوش خوش بردگی. تماشاگران ما را قبول کردن. رجیستراتور را دیده 1 ساعت ایستادیم. اجرت بهت بسیار باور میکنیم. میگن که خداوند یگان کسی که در больнице و یکی در медицина غلطینه. هم خجالت چی را میبینی، چی کسایی را میبینی، باور میکنی کودکک های میده دستکاشون سوختگی، روکاشون سوختگی، آخه میبینی دلت کنده میشه. من دخترمو پالata گذاشتیم. دخترچم خرسندی دوره اگه میدونه که چی گفته چی کارو میکنم. من دخترکو پالata ما 4 تا آدمه. یک تا دخترک کلام با یک تا کودککی چنین دختری ما، یک تا بچه‌کی 7 ساله.